الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه و بعد. دوستان گرامی، امروز ما در مورد صبر و پاداش آن صحبت داریم. اولا اینکه انسان باید دلش آرام گردد به هر مصیبتی که بر آن می آید، زیرا که هر مصیبتی که انسان می بیند، چی فرزند از دست می دهد، چی بیمار است، چی در تجارت پول از دست می دهد، یا اینکه خانه آن خراب و ولنگار می گردد، هر مصیبتی که بر او می آید، این در تقدیر او پیش از اینکه خلق شود نوشته شده است. چرا باید دلش آرام بگردد؟ چون که این تقدیر را الله متعال برای او انتخاب کرده است و اگر انسان تمام تقدیرها را پیش او برآورده نشان بدهند، همین تقدیری که الله متعال برای او کشیده است و برای او در تقدیرش نوشته است، همان را انتخاب میکند، زیرا که بهترین تقدیر همین تقدیر است. و چرا الله متعال انسان را به یک مصیبت گرفتار میکند؟ چون که حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. اگر الله متعال یک بنده را دوست بدارد، او را به یک مصیبت گرفتار میکند، اون را امتحان میکند. اگر اون بنده رضا گردد به همین ابتلا و امتحان، برای او رضای پروردگار است، و اگر که قهر و غضب کند و صبر نکند، برای او قهر و غضب پروردگار است. و دیگر حدیثی است که من یرید الله به خیرا یصب منه. هر کسی که الله متعال برای او خوبی بخواهد، آن را با یک مصیبت گرفتار میکند. مثال، اگر داخل یک فروشگاه گردید با فرزند خود و فرزندت از تو یک شیرینی بخواهد، برای او میخرید. و اگر یک داروخانه داخل گردید و فرزندی تو یک دوای تلخ را بخواهد، برای او نمیخرید، زیرا که او تلخ است. ولی روزی هست که مجبور میشوید همان دوای تلخ را به فرزند بدهید، زیرا که میدانید که در این دوا شفای اوست. همین گونه الله متعال ما و شما را گاه وقت به مصیبت گرفتار میکند، به تلخی گرفتار میکند، زیرا که این تلخی به فایده ما و شما است، به فایده دنیا و آخرت ما و شما است. یکی از دانشمندان میگوید که هر مصیبتی که بر من بیاید، الله متعال را برای 4 چیز شکرانه میکنم. اول اینکه مصیبت من نسبت به مصیبت دیگرها خردتر است، شکرانه آن را میکنم که به مصیبت بزرگتر گرفتار نشدم. دوم اینکه الله متعال برای من صبر عطا فرمود، به خاطر صبر کردن در این مصیبت شکرانه میکنم. سوم اینکه وقتی که انسان صبر میکند و میگوید که انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن الله متعال هستیم و به سوی او برمیگردیم، این ثواب بی‌بها دارد، ثواب آن به حساب و به شمار است. و چهارم، به خاطر آن شکرانه میکنم که این مصیبت در دین من نیست، در دنیای من است ولی در دین من نیست. یعنی که اگر انسان مصیبت او در دینش باشد، این بزرگترین مصیبت است، زیرا کسانی هستند که ایمان را از دست می دهند، کسانی هستند که خود مسلمان، پدر مسلمان، برادر مسلمان، فرزند مسلمان، همسر مسلمان، ولی با فکرهای
دشمنان اسلام مسموم گردیده است و ایمان را از دست داده است. این بدترین مصیبت است. و اگر مصیبت انسان در دین او نباشد، در دنیای او باشد، پول، مال، جان، بیمار است، اگر این مصیبت های دنیوی داشته باشد، الله متعال او را دوست می دارد که به این مصیبت ها او را گرفتار کرده است، زیرا که می خواهد آواز او را بشنود هنگامی که این بنده نماز می خواند، التجا می کند، دعا می کند که پروردگارا این مصیبت را از من بردار. و حضرت جبرائیل علیه السلام هنگامی که دعای او را می شنود می گوید که ای پروردگارا این بنده فلانی می خواهد که مصیبتی را از او برداری. الله متعال می گوید من دوست دارم آواز او را بشنوم و اگر دعای آن مستجاب گردد در این دنیا بسیار خوب، و اگر که دعای آن مستجاب نگردد الله متعال پاداش آن را بر روز قیامت جمع می کند و روز قیامت هنگامی که نمازگزاران می روند ثواب خود را می گیرند، صدقه کنندگان می روند ثواب خود را می گیرند، حج کنندگان، روزداران همه ثواب خود را می گیرند. کسانی که مصیبت زده اند و بر مصیبت صبر کرده اند آنها را می آورند و پاداش و ثواب را بر سر آنها می ریزند. و کسانی که در دنیا مصیبتی ندیده اند آنها آرزو می کنند که کاش در دنیا بدنهای آنها را به قیچی ها می بریدند تا صبر می کردند و این پاداش را به دست می آوردند. همین است که الله متعال می فرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بدرستی پاداش صبر کنندگان و ثواب صبر کنندگان در روز قیامت به شمار عطا فرموده می شود.